خب سلام، آرش ماهی هستم. مجموعه ورزش ما خوش اومد. امروز می‌خوایم اسکات بزنیم، ولی چه نوع اسکاتی؟ خیلی مزایا داره. یکی از مزایاش اینه که وزن‌ها نمیچرخن و این ثابت یک اهرمه و فشار کمی روی زانو میاد و کمر و بیشتر فشار روی پای. و چون دامنه حرکتش مثل هلال ماهه، فشار از پشت کمر و زانو برداشته میشه و صاف میاد روی پا. مدون تست میرم که شما ببینید. یه مزایای دیگه هم که داره، بدون حرکت میتونی حرکت رو انجام بدی. هرچقدر هم که سنگین بزنی باز میاد حرکت انجام. یه حرکت هم میتونی پا جمع بزنی هم پا باز.